اهانت مداح رافضی به یوسف پیامبر علیه السلام. یه لشگر ستاره رو سر ایوون تلاشه، هزار تا چو یوسف خادم جارو کشاشه، هزار تا چو یوسف خادم جارو کشاشه، حیدر امیر حیدر جان، حیدر امیر غلو و زیاده‌روی روافض در ائمه علیهم السلام و بالخصوص امام علی رضی الله عنه به حدی رسیده که از هیچ گونه اهانتی در حق انبیا علیهم السلام دریغ نمی کنند. چنان که مشاهده نمودید، این مداح رافضی نه تنها مقام یوسف علیه السلام را به قدر و مقام امام علی رضی الله عنه نمی‌داند، بلکه درجه و مقام خادمان و جاروکشان ایوان او را از 1000 نفر چون یوسف علیه السلام برتر می‌داند. البته این نظر شخصی این مداح نبوده، بلکه برگرفته از آن باور باطل و بی اساس روافض است که مقام امامت را مقامی بالاتر از نبوت می‌دانند و امامان را از انبیا علیهم السلام افضل و بهتر می‌شمارند. یوسف فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم علیهم السلام تنها پیامبری است که پدر بزرگ و جد بزرگوارش نیز پیامبر بودند. در قرآن کریم سوره‌ای مشتمل بر 110 آیه به نام ایشان نامگذاری شده است که بیش از 100 آیه این سوره به بیان زیباترین داستان قرآن یعنی داستان زندگی ایشان می‌پردازد. الله متعال داستان زندگی ایشان را درس‌هایی برای جامعه بشری معرفی می‌نماید. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بیگمان در سرگذشت یوسف و برادرانش برای پرسشگران نشانه‌هایی است. الله متعال ایشان را از جمله هدایت یافتگان و نیکوکاران شمرده و می‌فرماید: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. و اسحاق و یعقوب را به او یعنی ابراهیم بخشیدیم و هر یک را هدایت کردیم و پیشتر نوح را نیز هدایت نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. همچنین قرآن کریم در سوره مریم تعدادی از انبیا علیهم السلام را ذکر نموده و می فرماید: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آنان پیامبرانی بودند که الله نعمت برایشان ارزانی داشت، از سلاله آدم و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم
و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را راهنمود کرده و برگزیده بودیم. هرگاه آیات الله مهربان بر آنان خوانده میشد، سجده کنان و گریان به زمین می افتادند. قرآن کریم در سوره انعام آیات 83 تا 86 بعد از ذکر نام 18 نفر از انبیای الهی می فرماید: وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. و همه آنان را بر جهانیان برتری دادیم. اما از آنجا که اساس مذهب رافضیگری بر مبنای کینه و دشمنی با دعوت توحیدی پیامبران بنا شده است، پیوسته تلاش کردند تا با به تصویر کشیدن آنان در لباس بازیگران سینمایی قداست جایگاه آنان را در اذهان عمومی مردم تضعیف و تخریب نمایند و در مقابل از پیش خود و بدون هیچ دلیل و برهانی مقامی به نام امامت تراشیدند و آن را برتر از نبوت می‌دانند تا از این طریق با ادعای نیابت و حمایت از امامت خود ساخته و با ایجاد تفرقه و دشمنی در امت اسلامی و فریب پیروان خود مال و ناموس آنان را چپاول کنند و آنان را به شرک و خرافات گرفتار سازند. به این کلیپ توجه نمایید. این بیعت‌ها علیهم السلام افضل هستند از انبیا و چون اونها افضل هستند، اونها علم تمام انبیا را دارن و تمام معجزات اونها را دارن، تمام مقامات اونها را دارن، بلکه اونها شرف اونها بر انبیا اینقدر که خداوند به اونها انبیا نبوت داده، رسالت داده به برکت اهل بیت علیهم السلام و به قدر مودت اونها به اهل بیت علیهم السلام به اونها قرب عنایت کرده. و اصلا دعای انبیا اگر استجابت میشد به برکت انبیا علیهم اگر دعای انبیا علیهم السلام استجابت میشد به برکت اهل بیت علیهم السلام و به شفاعت اهل بیت علیهم السلام مستجاب میشد. این اعتقاد به اتفاق تمام علمای اهل سنت کفر است و ما مسلمانان هر شخصی را که چنین اعتقادی داشته باشد کافر می‌دانیم.